بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای عزیز، ما شما در هفته‌های قبلی درس ما سر مسائل اعتقادی بود که شروط است برای قبولی دعا. همیشه وقتی که ما شما یک عمل شرعی را میکنیم یا یک عبادت هم میکنیم و خواندیم که همین دعا در جمله چی است؟ عبادت است. وقتی که عبادت است، یکی از شرایطش چی بود که انسانی که دعا میکنه باید شرایط عبادت مراعات بکنه. هر عبادتی را که میکنی یک قاعده اساسی است. اینمی فرمولش یاد بگی، هر جایی که عبادت آمد دمی چوکات همی کارا بکن، انشالله عبادت تو درست است. اگر امیر نکردی بر تو مشکل پیدا میشه. ما شما گفتیم که قاعده در عبادت چی است؟ اصل قاعده رو یاد بگیرید. اکثرا مشکل مردم پیدا میشه در این نقطه پیدا میشه که والا نظر من اینی گپ است. نظر هر کس محترم است، هر کس نظر شما برایش احترام میکنید، اما شریعت به نظر ما و تو نمیبینه. شریعت قاعده خود داره، عقیده قانون خود داره. پس اگر ما و شما میخوایم که یک کار اسلامی را بکنیم، او را مطابق مزاج خود یا نظر خود بررسی نمیکنیم، مطابق قواعد شرعی. مثلا در عبادت چی قاعده است؟ در عبادت برای قبولی یک عبادت 3 شرط اساسی است. 3 شرط اساسی. 2 شرطش زیاد علما گفتن، یک شرطش او تو در بعضی جاها گفتن، بعضی ها نگفتن. منتها من که کلش تحقیق کردم پیش من 3 شرط پیدا شده. یک شرطش است که عمل انسان وقت قبول میشه که در او اخلاص وجود داشته باشه. یعنی من اینمی میایم درس میخوانم، نیت من چی هست؟ نیت من این است که والا صاحب من به خاطر که الله راضی شوه میایم در حلقه درسی نیم ساعت یا 1 ساعت یا 2 ساعت درس میخوانم تا که من دین یاد بگیرم و الله راضی شوه و من غلطی نکنم. این اخلاص میگن برای الله. اما یک کسی که اگر در نیتت یک کار کردی، چرا دستی برنج پخته کردی؟ چرا خیرات کردی؟ والا عبدالزادایم، والا همسایه چیز نگرد. پس ببین خود به خود اخلاص چی شد؟ دور شد. پس اولین شرط عبادتی است که در اونجا فقط کارت به خاطر رضایت الله باشه. و وقتی که کارت به خاطر رضایت الله بود، به خوشی و خفگی مخلوق متوجه نمیشی. یا یک کسی زیاد توصیف میکنه، والا صاحب چطور است؟ والا صاحب ما این کارو به خاطر رضایت خداوند کردیم. این که مثلا خودت توصیف میکنی، خانه تو آباد، خداوند دعا بکن خداوند اجر نصیب کنه. پس شرط اول قبول عبادت چی شد که دو چی باشه؟ اخلاص باشه. از این خاطر همیشه وقتی که یک کار میکردین بیشینین نیتتان جور کنین. اول بیشینین چی کنین؟ نیتتان جور کنین. و با سر نیت اگر بخوایم گپ بزنیم، میتونی با اصلاح نیتت یک عملت 10 چند ثواب بگیری. مثلا وضو میکنی، نیتت چی است؟ میگی والا من وضو میکنم که همین نماز کتش بخوانم، پس اجر از این گرفتی. نیت زیاد کو، بگو من وضو میکنم به خاطر که امر الله را تطبیق بکنم، آیت قرآن را تطبیق بکنم. پس به خاطر که وضو بر نماز کردی 1 ثواب، به خاطر که امر الله را در نیتت است 2 ثواب شد. باز بگو به خاطر از این من وضو میکنم که طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم مراعات بکنم. پس 10 ثواب از این نیتت گرفتی، 10 ثواب از دیگه گرفتی، 10 ثواب از دیگه گرفتی. اینمی قسم میتونی که در یک وضویت از 10 چند ثواب تا 700 چند برسونی. امی از 10 چند تا 700 چند به کدام اساس میشه؟ به اساس نیت میشه. نیت به زبان نیست. بسیاری کسا که مثلا نیت کردن بخوانم 2 رکعت نماز سنت صبح رو آوردن به طرف قبله، اینمی گپا را کلش مردم ساختن. اما در هیچ حدیث نیست که رسول الله گفته باشه نوایت و انا صلی چطور است. رسول الله که میامد میگه الله اکبر. چرا در راه آمد در نیت چیست که من نماز بخوانم. و در عربی نیت به کجا تعلق داره؟ به قلب تعلق داره. نیت زبانیش نامده. حالا بسیاری کسا رو بگی که برادر نماز جنازه رو بخوان، میگه والا من نیت یاد ندارم. درست است؟ نیت من یاد ندارم. دومی شرط عبادت چی است؟ متابعت رسول الله صلی الله علیه و آله. مثلا تو یک عمل اسلامی رو میکنی، باید پرسان کنی که اگر میخوای که اینمی عبادتت قبول شود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه قسم کرده؟
حالا بسیار مشکل ما در مسئله توسل که دوستا میگن نظریات است. رسول اکرم صلی الله علیه و در یک دعایش نامده قبل از رسول اکرم صلی الله علیه و بسیار پیغمبرای بزرگ تیر شدن. ابراهیم علیه السلام پدر پیغمبرا بود، لکن پیغمبر هم در یک دعای خدا نگفته که پروردگار بروی ابراهیم علیه السلام مرا ببخش، به حق ابراهیم علیه السلام برای ما ببخش. پس حالا که ما نظر میدیم که حالا ما بروی فلانی کار میکنم، این نظر ما هست، ولی چون عبادت است قاعده است که باید مطابقت از کی باشه؟ آیا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این قسم دعا کرده؟ اگر کرده بود عبادت است، و اگر کرده بود به طریقی رسول الله بود قبول میشه. دعای مردم افغانستان چرا قبول نمیشه؟ به خاطری که ما مردم افغانستان دعا به طریقی خود میکنیم. به طریقی کی میکنیم؟ به طریقی خود میکنیم. وقتی که به طریقی خود دعا کردیم دعای ما قبول نمیشه. و باز میگیم والا ما 100 دفعه دعا کردم دعای ما قبول نشد. پس تو در دعایت چند فیصد به طریقی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعا کردی؟ تو یک دفعه اخلاصش جور کو. بسیار مردم از اخلاص دارن، زیاد مردم از اخلاص دارن. در اخلاص مردم خود هیچ شک نداریم، اما خراب که میسازه عبادتش چی میسازه؟ که به طریقی خود دعا میکنه. اما رسول اکرم صلی الله علیه و قسم دعا نکرد. ما نان میخوریم دستای خود بلند میکنیم الحمدلله، اینمی که تو دستایت بلند کردی اینمی قسم رسول اکرم صلی الله علیه و نکرد. رسول اکرم صلی الله علیه و بعد از نان شکر نان خود کرده، اما دستای خود بالا نکرد که دستای چرب خود روی خود شقیده باشه. صحیح؟ پس تو یک قسمت دعایت در زبان به طریقی پیغمبر صلی الله علیه و دست بلند کردن چی شد؟ مخالف طریقی پیغمبر صلی الله علیه و شد. از این خاطر این دعایت قبول نشد. در تشناب میری داخل میشی اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دستایت بالا میکنی؟ نمیکنی. آذان وقتی که ختم آذان میشه اللهم رب هذه دعوة التامه خوانده میری، دست بلند کردن است؟ نیست. از این خاطر خیر القرون که بودن، چرا خیر القرون بودن؟ به خاطر ازی که اونا ذره ذره متوجه بودن. یک صحابی متوجه بود که پیغمبر هم چه قسم دعا میکنه، دست خدا بالا میکنه یا نمیکنه، سر خدا بالا میکنه نمیکنه، سجده میکنه یا سجده نمیکنه، دوادی دست فاجعه میکشه یا نمیکشه. صحیح؟ کل زیر متوجه بود. اینا کل زیر یک اینا متوجه بودن و یک برای ما نقل دادن. حتی داخل شدن تشناب، حتی پای راست خودمان یا پای چپ خود، حتی تبسم رسول الله صلی الله علیه و حتی پیشانوی رسول اکرم صلی الله علیه و متوجه بودن که دینی گپ خوش میشه دیگه خفه شد. حتی رنگ رسول اکرم صلی الله علیه و دینی عکس العمل ما رنگ از او تغییر کرد. اینا شر القرون که ما و شما هستیم. مشکل ما چی است؟ آیات قرآن هم میخوایم که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. شما از پی الله و رسول که سبقت نکنین. سبقت چی مانا؟ که تو در یک مسئله هدایت الله و هدایت رسولش خبر نداری، از دل خود گپ میزنی. پس این زده چی شد؟ زده می آیت قرآن. او میگه لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. عروسی است، مرگ است، مردن است، دفنش است. اول مکلفیت ما است که باید بفهمیم که الله و رسولش چی میگه. اگر ما او را ماندیم و گفتیم ما تو نظر میتم، پس ای آیت قرآن در حق ما تطبیق شد که امر الله گفته لا تقدمو، ما چی کردیم؟ پیش دستی کردیم. این دومی شرط قبول عبادت است. سومی شرط چی است؟ که وقتی تو دعا میکنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که یک شخص است
دعا میکنه، عبادت میکنه، دست خدا به طرف آسمان بالا میکنه، یا الله یا الله میگه، و مطعمه حرام، غذایش حرام است، و مشربه حرام، آب که نوشیده چی است؟ حرام است، و ملبسه حرام. اینال یک نفر دعا میکنه در خانه که شیشته غصبی است. خانه غصبی کدام یکیست؟ که تو دلایل زیاد یاد داری، من بیچاره دلیل یاد ندارم. تو زبانت خوب فصاحت داره، من ندارم. تو خوب تیز زبان و خوب بیاب میکنی، من بیاب کردن نمیتونم. پس آمدی خانه مرا گرفتی. که صاحبی استاد ظالم هستی، خیانتکار است، سر گپایزی بازی نخورین، ما صاحب چطور هستیم؟ یا ما آمدم مثلا اینا امین نفره که دعا میکنن در خانه که شیشته، خانه تو را غصب کرده یا خانه مرا غصب کرده یا خانه از او را غصب کرده، دمی خانه حرام ایدست خدا به دربار اله بالا میکنه که پروردگارا چیز کنه. از این نفر قبول میشه دعاش؟ نمیشه. شرط اول قبولی دعایت اخلاص. شرط دوم باید دعایت مثل دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم. صحابه کرام آمدن بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن یا رسول الله، ما فهمیدیم که چه قسم بر تو سلام بتیم، لکن نمیفهمیم چه قسم درود بفرستیم. متوجه شدید؟ چه قسم درود بفرستیم؟ والله اگر شما یک صحابی مبارکه که از جمله عرب‌های بسیار فصیح هست، یعنی هر صحابی میتونست که یک 50 درود خودش جور بکنه و درود بگوه، اما آنقدر در مسائل اعتقادی و اسلامی آنقدر ادب داشتن که حتی می آمدن الفاظ درود از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن. باز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برین بگوین که اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد. این قسم باز اونا برشان حتی الفاظ. اما ما و شما میخیزیم که یک درود جور کردیم به نام درود تاج، صاحب التاج و المعراج و البراق و الچطورکایی. گفته میره وقتی که دعا را خوانده میری در 5-6 کلمه خطرناک است. کمی دعا کننده را حتی در مسائل شرکیات داخل میکنه. چرا صحابه کرام از رسول الله او فصاحت نداشت، او بلاغت نداشت، او عربی را یاد نداشت، نه، او همه چیز یاد داشت، لکن در پالوی یاد داشتن همه چیز ادب یاد داشت. و ما هیچ چیز یاد نداریم و ادب هم یاد نداریم. مشکل ما اینمی است. پس اخلاص باید داشته باشی، با طریق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باید باشه عبادتت و دعا که ما تو بحثش هست میخونیم. و وقتی که دعا میکنی لباس طبیبی که حلال است یا حرام، آب طبیبی که مینوشی حلال است یا حرام، غذایی که چای صبح خوردی حلال است یا حرام، در اتاقی که تو دعا میکنی، امی اتاقی که تو ششتی خانه خودت است یا حرام است. از او خاطر این مشکل پیدا میشه. پس از این خاطر در دعا ما شما خواندیم که یکی آداب وجودی است که یکیش خواندیم که اول باید چی باشه؟ 4 صفت الله را در وقت دعا: الرحمن، الرحیم، القریب، المجیب. این من در هفته قبلی تشریح کردم، در درسای قبلی تشریح باز نمیکنم. شرط دومش که دعا چی بود؟ که باید شرایط عبادت در دعا مراعات کنیم که من براتون گفتم که این 3 شرط باید موجود باشه. سومیش دیگه شرطش چی است؟ گفته دعایش به شکل خفیه باشه. شرط دعا چی است؟
خفیه باشه. چرا دعا باید به شکل خفیه باشه؟ آیت قرآن میگه که ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. در دعا الله امر کرده که دو کار بکنین. یکی در ادعوا ربکم تضرعا، تضرع بکن. تضرع چی معنی؟ یعنی تو باید در وادی که دعا میکنی بسیار در مقابل خالق متعال در حالت عاجزی باشی. شرط اولش چیست که باید در دعا تضرع باشه، عاجزیت باشه، بیچارگیت است. یک گدایگر وقتی که از پیش تو گدایی میکنه و تو میگه که تو مرنه یک پینجایی، اگر تو بگویی بس میگه برو بیدر. همه بعد میگه بیدر که عزیز اشتکایم گشنه است، عاجز است. گدا اگر تواضع کند خوی اوست. چرا خویش است؟ به خاطر از اینکه تواضع نکنه که از برش پیسه ایناله. تو وقتی که دعا میکنی از پروردگارت گدایی میکنی، از اون میخوایی. پس باید الله میگه که ادعوا ربکم تضرعا. اول در دعایت باید چی باشه؟ تضرع باشه. و خفیه. چی باشه؟ خفیه باشه. چرا؟ به خاطر که 4 شرط اوله که الله رحمان است، رحیم است، سمیع است، قریب است، مجیب است. حال وقتی که الله از چارگی گردن مکده هم بر من نزدیکتر است. صحیحست؟ امید جان پیش بید. مثلا ما امرای امیدش. امید جان خوب هستید؟ ساعتون خوب است؟ هواریو؟ باید اینال مثلا سعی کنیم ما شما اتقل حال مکته امید جان وقتی که گپ میزنم امید جان خوب هستی؟ خانه خیرتیست؟ درس هم خیلی میزنم؟ خوب است. این خوب است ادب مراحت میشه کته امید یا ما برش بگیم که امید جان چطور هستی؟ خوب هستی؟ جان چطور است؟ صحیح؟ این حال وقتی که پس کدامش به ادب نزدیک است؟ درسای همیشه عملی است. خب ها صحیح؟ حالا کدامش بر تو ادب بود؟ اولیش با ادب بود. نه این حال وقتی که آدم که یک مخلوق میخواد که ادب مراعات بکنه فتش جسمیت خوب است میجواد خوب است حداقل بتونم چی درستی گردن خود بالا دیگه حداقل ادب است که کسی نفر با تواضع و دوستی صد خوب است و آیسته گوش جلو میشنه. خوب است خانه خیرتیست درس میخواد چطور اینال بشه وجود اینال وقتی که ما ادب که یک مخلوق مراعات میکنیم به خالق متعال چه قسم؟ و خالق متعال گفته ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. باز خط مایت چی میگه؟ سبحان الله. کاش که مردم ما میفهمیدن، کاش که مردم ما قرآن میخوانن. وقت ندارن که قرآن بخوانن. وقت ندارن که چی بخوانن؟ قرآن بخوانن. از این خاطر هر وقتی که برشان میگی آیت قرآن برات تیر نمیکنن. عطار صاحب تو گفت در روز که یک نفر ما کتمه جربه دارم میگه عطار صاحب گفت که خدایا من سگت هستم. ما گفتم والا صاحب اگه عطار صاحب خوش است که سگ خداوند باشه خداوند خوش بوده که مرا انسان خلق کنه نه سگ اصحاب کهف. ما گفتم والا خداوند مرا تیر از سگ اصحاب کهف مرا ولقد کرمنا بنی آدم. الله در قضا و قدر مرا چی خلق کرده؟ انسان. الله خوش بود که مرا انسان خلق کنه. پس من خوش هستم با آنچه که الله خوش بود. اونچه که الله برای من تعیین کرد. الله مرا انسان خلق کرده من بخیزم رو بگم العیاذ بالله خدا حیوان چور بکنم. چرا؟ اینال این چه میگه که باز خط متوجه میگه انه لا يحب المعتدین. متوجه هستین؟ این قسمت آیت بسیار مهم است. این بسیار مهم است که الله میگه ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. این دو شرط الله بر ما گذاشت، دو امر گذاشت که شما دعا بکنین به پروردگارتان با عاجزی و خفیه
باز در ختمش چی میگه؟ انه لا يحب المعتدین. یقین داشته باشین که الله تجاوزکاران دوست نداره. پس کی تجاوزکار شد؟ کسی که تضرع نداره و کسی که با صدای جهر. از این خاطر این آیت قرآن شد. خب صاحب تفسیر منار در تفسیر آیت چی میگه؟ میگه ای ادعو ربکم، میگه ای مردم، معنای آیتی است که شما دعا بکنین به پروردگارتان و مدبر امورکم، و کسی که امور شما را تدبیر میکنه، متضرعین مبتلین الیه تارتن، یک مرتبه که بسیار از یک طرف بسیار عاجز باشین، در حالت عاجزی دعا بکنین، و مصرین مستخفین تارتن اخرى، در حالت دیگه که دعا میکنی یک جایی که کس را نبینه گوشه برو دعا بکن، اشکایت بریزان و با خفیه. اینی صاحب تفسیر میگه معنایشی است. و صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابی موسی اشعری چی میگه درباره دعا؟ او چی میگه؟ میگه عن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه قال كنا مع النبي صلی الله علیه و سلم فی سفر. میگه ما در یک سفر همراه کی بودیم؟ همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. فكنا اذا اشرفنا على واد، میگه اگر ما به یک وادی، به یک کوه یا تپه بالا می شدیم، حللنا و کبرنا، تحلیل می گفتیم، بلند می گفتیم لا اله الا الله الله اکبر. گفت ما صحابه ای قصه میکنیم. عکس العمل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی بود؟ رسول اکرم چی میگفت؟ یا ایها الناس، ای مردم، اربعوا علی انفسکم، سر نفسایتان رحم بکنین، نرمی بکنین. فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، شما دعا نمیکنین. اصم چی رو میگن؟ اصم کسی که نمیشنوه. سمون بکمون، بکم گنگره میگن. سم چی رو میگن؟ کر. گفت شما دعا طلب نمیکنین یک کسی را که ناشنوا باشه، ولا غائبا، و نه کسی را که او غایب است. صحیح؟ انه معکم انه سمیع قریب. الله با شما هست، الله شنوا هست و الله قریب است. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سه صفت الله را بیان کرد. با علم خود با شماست، هر جایی که باشین میفهمن. و سمیع بسیار شنواست و قریب بسیار نزدیک است بر شما. پس چرا شما وقتی که در کوه بالا میشین چیغ میزنین که الله اکبر لا اله الا الله؟ از این درس چی باید بگیریم؟ از این چی باید درس بگیریم؟ این حالا از این باید یک آیت خواندیم، صحیح است؟ یک تفسیر خواندیم و یک حدیثه. آیت بود که گفت تضرع و خفیه باشه و خداوند معتدین خوش نداره. ترجمهش تفسیرش و مفسر صاحب منار کرد که در بعضی حالات باید در دعایتان دو چیز وجود داشته باشه که تضرع است، دیگه جای گوشه و خفیه. و این حدیثی که رسول ابی موسی اشعری رضی الله عنه میگه که چی هست؟ پروردگار خدا چیغ نزنین، الله اکبر چیغ نزنین، لا اله الا الله بلند نگوین، ذات را که شما میشنین. از این خاطر میگه یکی از بنده های صالح الله که یکی از پیغمبرها هست، از اون قصه ش میکنه در قرآن، میگه اذ نادى ربه نداء خفیه، اذ نادى ربه نداء خفیه. پس زکریا علیه السلام به الله دعا کرد خفیه.
صحیح شد نه؟ این حاله از این ما چی درس گرفتیم؟ کی میتونه بیای بر ما اینجا بگویم؟ بیاین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. از این درس ما این نتیجه را گرفتیم که هر وقتی که ما دعا میکنیم اول شرطای دعایی بود که آداب دعا را باید مراعات کنیم، چرا که دعا خودش محض عبادت است و چنانی که در دیگه عبادات ما شرایطش مراعات میکنیم باید در دعا کردن هم همچنان شرایطش مراعات کنیم. که اول استاد به ما آیت شریف خوان که در دعا کردن آیت شریف میگه که الله جل جلاله میگه که شما وقتی دعا میکنید با خفیه از ما دعا کنیم، دعا طلب کنیم، یعنی تو نشه که به دیگه کس مزاحمت شود. و دیگه ای که به بسیار عاجزی و تضرع دعا طلب کنیم. و امو مفسر که مثلا گفته که وقتی دعا میکنی شما اول دعا به خفیه کنی به بسیار آداب و جای دعا کنی که شما بتونی مثلا به دل دست باز یا مثلا به دل جمع دعا کنی که اگر اشک میریزی مثلا در دل شما ریا نشه مثلا کدام مشکل دیگه به شما، یعنی جایی باشه که جای گوشه باشه. و حدیث شریفه که استاد گفت یقینا که وقت دعا میکنن انسان الله جل جلاله به شما از همه کده نزدیکتر است، نزدیک است و سمیع البصیر است، میبینه و میشنوه و علیم بذات صدور است، از قلب های ما شما خبر داره، آگاه است که در قلب ما شما کدام گپ و کدام سخنی که خطور میکنه او را الله میفهمه. بنابراین ضرورت به این نیست که ما شما با آواز بلند دعا کنیم و مثلا به دیگه کسی چیز مزاحمت کنیم و باید که وقت دعا میکنیم آدابش مراعات کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروط قبولی دعا، در قدم اول باید در دعا اخلاص موجود باشه و دیگه شرط دومش که متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد در دعا و سوم به شکل خفیه و به شکل تضرع باشد و در جایی که دعا میکنیم اگر جای تنها باشد متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم شده و در وقت دعا لباس انسان باید فکرش باشه که از پول حلال است و جایی که دعا میکنه اون وقت است که اگر جای پاک بود دعای انسان قبول میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما درس این چیزا خواندیم عبادته. وقتی که عبادت میکنیم در قدم اول باید اخلاص باشد و دوم متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. سوم که دعا میکنیم باید به خفیه و تضرع به خداوند جل جلاله دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد به خاطر که ما و شما امی خود دعا عبادت است، اول در دعا اخلاص باشه که به الله جل اخلاص داشته باشیم. دومیش است که وقتی که دعا میکنیم بسیار به تضرع و پروردگار خود دعا بکنیم و یک حدیث شریف هم استاد خوان که ابو موسی اشعری میگه که وقتی که من در کوه رفتم که مردم بسیار کتی پیغمبر سلام یک جای بودن که مردم بسیار بلند بجر دعا میکردن و لا اله الا الله میگفتن، الله اکبر میگفتن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شما خداوند نزدیک است، از اشاره که گلونتون هم کده شما کوشش بکنید که دعا به الله میکنیم بسیار خوفیه و بسیار به تضرع دعا.